امروز صبح که از خواب بیدار شدم دوباره تا کنارم بودی مثل همیشه. با هم آشپزخانه رفتیم، صبحانه رو آماده کردیم و در این سکوت صبحگاهانه چه حرفای عاشقانه به من زدی و من با عشق چایی رو آماده کردم و لبخندی بر لب و در امنیت حضور تو به سر بردم و نگاه های عشق صادق تو هوش از سرم برده است. چقدر خوشبخت هستم. آه، تو با من چه کار کردی؟ چطور میتوانم جواب عشق عظیم تو را بدهم؟ فقط قلب پرتپشم و چشم اشک و این جسمی که بر روی روحم سنگینی می کند و می خواهم مثل شمع برای تو آب شوم و محو شوم. من می خواهم که تو نور من باشی و بدرخشی تا زمانی که برای تو تمام شوم. من بیمار عشق تو هستم محبوب من، کسی که عاشقشم خداوند عیسی، کلمه حیات که جانش رو برای من داد، که آرامش رو به من هدیه داد.